سلام، سوسیس بندری دارین؟ سلام. بله آبجی، چند تا میخواین؟ یه دونه لطفا. الان میزنم برات. چه عجب. جان؟ جسارت نباشه ولی شما با این حجم پولداری کجا فلافلی کجا؟ سلیقه است دیگه. البته بازم جسارت نباشه ولی کیف میکنیم، پول بابا و کاروبار درست حسابی و عشق میکنیم. حالا اینطوری هم نیست ولی خب باز خدا رو شکر. ما خب اگه شرایط البته اینجوری نبود الان یه جور دیگه بودیم. الان ما بنز داشتیم، بی ام داشتیم، ولی خب قسمت. ببخشید سرتو درد میارم خواهش میکنم. چند دقیقه دیگه آماده میشه؟ 2 دقیقه دیگه. البته بدبختی ما از بی‌وجدانی بقیه است آبجی. همین اجاره مغازه 3 برابر کرده. خونه 3 بود الان میگه 8 تومن. ول کن بابا، شما که این چیزا رو درک نمی‌کنی. بفرم آماده شد. چقدر شد؟ قابل نداره. 450 تومن. ولی اینجا 160. آقا دیگه چه فرقی میکنه واسه شما 400 تومن و 100 تومن گرونه دیگه همیشه. باشه. فقط اون صاحب مغازت بود که بی وجدان شد. یه بار ساندویچ گرفت باش 4 برابر حساب کردن. اونم اجاره‌شو 3 برابر کرد. اینا همه تقصیر خودته، نباید ناراحت باشی. اینم رسید نداشت.